در هر حالت دل نشکن. با سلام و درود خدمت تک تک شما دوستان عزیزم. امیدوار هستم هر کجایی که هستید جور سر حال بوده باشید و شما را به یکی از ویدیوهای جدید خود خوش آمدید گفته امیدوار هستم تا آخر ویدیو ما را همراهی کنید. اگر شما عضو جدید هستید لطف نموده کانال ما را سابسکرایب کنید و علامه زنگوله را هم فعال داشته باشید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید. مرد فقیر با ظرف پر از انگور نزد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمد و آن ظرف پر از انگور را برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم هدیه داد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با خوردن هر دانه انگور با لبخند به طرف آن مرد فقیر نگاه میکرد و مرد فقیر با دیدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنان خوشحال شد گویا که از خوشحالی بال میکشید. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بنابر عادت منتظر ماندند تا رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را در خوردن شریک سازند، ولی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تمام انگورها را خورد و آنها را در خوردن شریک نساختند. آن مرد فقیر زمانی که دید حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تمام انگورها را خوردند از پیششان رفت. یکی از اصحاب پرسیدند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم شما عادت داشتید که همیشه ما را در خوردن شریک می ساختید، اما این بار ما را در خوردن شریک نساختید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند دیدی که آن مرد چقدر خوشحال بود زمانی که دید من تمام انگورها را خوردم. آن انگورها آنقدر تلخ بودند که ترسیدم یکی از شماها بخورید و به تلخی آن انگور واکنش نشان بدهید و خوشحالی آن مرد فقیر به افسردگی تبدیل شود. به خاطر همین نخواستم که شما را در خوردن شریک بسازم. یاد بگیریم دل کسی را نشکنیم. تشکر از این که این ویدیو را تا آخر تماشا کردید. لایک و کامنت یادتان نره و همچنان برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنید و علامه زنگوله را هم فعال داشته باشید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید. تا درود بعد، بدرود.